و یحرم بیعه علی بیع اخیه المسلم. یکی از نوعهای خرید و فروشی که حرام است فروختن مسلمان بر ضرر برادری مسلمان. مردم همه مثلا یک گندم را با نرخی 5 سوم فروخته ایستادند. مثلا یک آدم می بیاید بر ضرری میداند که همه مردم اطراف 4.5 سوم خریدگی هستند همین را، یعنی کمتر کار کرده از بالاش فروخته ایستادند. این آدم هم به همین نرخ خریدگی است یا به دیگر نرخ خریدگی است، لیکن بر ضرر مسلمان ها، بر ضرر فروشنده ها به نرخی ارزان مثلا 3 یا 4 می فروشند. در این حالت فروشنده ها ضرر می بینند یا بعضی انسان ها بر قصدی همسایش می کنند. وقتی که می بیند که همسایش مرد حلال و پاک است، بسیار مردم به دکان او وارد می شوند، خریداری می کنند، به خیلیگیش می آید و اگرچه همین مال را به نرخ قیمت خریده باشد هم برای غضب همسایه را آوردن بر ضررش می فروشد تا اینکه به همسایه ضرر رساند. مقصدش غضب همسایه را آوردن و برای ضرر آوردن. وقتی که همه خریدارها مردم که ارزان که کردید به ارزان می آید، در این حالت فروشنده های دیگر مسلمان ها ضرر می بینند. این چنین عکسش. بعد مصنف مثال آوردن که ان یقول لمن اشترى سلعه ب10 ان اعطیک مثلها ب9. مثلا یک خریدار به 10 سوم خریداری کرد مال را یا خریدنی هست، دیگر فروشنده همسایه میگوید که من همین را به تو به 9 میدهم، او اعطیک خیرا منها ب8، یا اینکه من به تو به همین نرخ مالی از این بالا صفت را میدهم. همین عمل حرام است. برای چی؟ قال النبی صلی الله علیه وسلم ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض. یکی شما بر ضرر بعض دیگر نفروشد، بر ضرر تجارت دیگر کس شما کار نکنید. متفق علیه. این حدیث در صحیح بخاری و مسلم است. وقال صلی الله علیه وسلم لا یبیع الرجل علی بیع اخیه. متفق علیه. این هم حدیثی هم صحیح بخاری هم مسلم روایت کرده است. نفروشد یک مرد بر ضرر فروشی برادرش. یعنی حدیث ها منع میکند که انسان بر ضرر دیگر فروشنده ها سودا کند. و کذا یحرم شراؤه علی شرائه. و این چنین خریدن مسلمان بر ضرر خریدار دیگر حرام است. که ان یقول لمن باعه سلعته ب9 اشتریها منک ب10. یک آدم یک مال دارد به 9 فروخت یا فروختنی است که یک خریدار دیگر میبیاد که من 10 میدهم. برای چی حرام است؟ برای اینکه خریداری پیشینه که به 9 فروشنده راضی شده بود، از این خریداری نو که من به تو 10 میدهم گفت غضب میکند، او را بد میبیند، بین آنها دشمنی میشد، جنگ سر میزند، احتمال به زدن و بالاخره کشتن رفته رسیدنش ممکن است. چقدر حادثه های کشتار است که از معیده ترین چیز به وجود آمدگی است. اول جنگ میشد، بعد حقارت میشد، بعد زنازنی میشد، بعد قتل میشد. اصلش گرید به یک چیزی ناچیز است. برای همین شریعت بر ضرر خریدار یا فروشنده سودا نکن. و کم یحصل اليوم فی اسواق المسلمین من امثال هذه المعاملات المحرمه. بعد مصنف میگوید که چقدر این خیل معامله های حرام در بازارهای مسلمان ها امروزها از مسلمان ها صادر میشد. فیجب علی المسلم اجتناب ذلك. برای مسلمان واجب است که از این کارها پرهیز کند، دور ایستد. و نهی عنه. و این چون دیگر مسلمان ها هم نهی کند. و انکاره علی من فعله. ببیند که یک مسلمان این کارا کرده ایستاده است، انکار کند. یک آدم خریده ایستاده است، یک آدم برعکس همین میبینه، من از نرخ این دیده بالاتر میدهم، به این نفروشو به من فروش میگه، اگر علاوه خصوص ما مال یک دانه باشد مثلا، این دشمنی بین همدیگر رو پیدا میکنند.